چه بسیار جوانانی بودن خدایا اون فلانی رو به من بده، اون فلانی رو به من بده، من بنده خوب تو میشم، دیگر زنا نمی کنم، دیگر فلان نمی کنم، دیگر فلان نمی کنم، دیگر نماز میخوانم، مسجد رو لازم میگیرم، با علما دوست میشم. خدا اون نعمت رو برایش داد. همین که اون را گرفت گفت این دیگر مال من شد، بیا که دیگر چه از بیرونها هم بچرم. این که در خانه هست شروع کرد ناسپاسی خدا را. وقت زن به خانه می آید، عبدالله ابن مسعود می فرماید رضی الله تعالی عنه 2 رکعت سجده شکر، 2 رکعت نماز شکرانه بخوان برای این نعمت. تو رو به ایمان بگو چند فیصد ما این کار کردیم؟ 1% هم نیست. شاید همون شبی که الله این زن را به ما داد شاید نماز و خفتن هم نخوانده باشه. شاید همون ماه مبارک رمضانی که این زن را خدا به ما داد روزه هم نگرفته باشه. الله رب العزت و جلال می فرماید واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. ای بندگانی که مرا عبادت میکنید، اگر شما عبادت میکنید شکر مرا بکشید. شکر الله عبادت است، شکر نعمتهای الله عبادت است. همین شکر را باید بکشید. بیاییم به سمت خدا برگردیم. آنقدر ناسپاسی کردیم در حالی که ما این کشور ما جزو ثروتمندان کشورهای جهان است. ما معادن داریم، ذخایر داریم، ما طلا داریم گرسنه هستیم، ما لاجورد داریم گرسنه هستیم، ما مس داریم گرسنه هستیم، ما زمرد داریم گرسنه هستیم، ما آب داریم تشنه هستیم. چرا؟ چون سپاس خدا را نکردیم، شکر نعمتهای الله را نکشیدیم. آنقدر جنگ و جدل در میان ما بود، آنقدر ناامنی ها بود که کسی فرصت نکرد این معادن را استخراج بکند. شاید اگر بر نگردیم این معدن ها روز قیامت استخراج بشوند. نان خوردن ملت افغان ندارن، طلا دارن. دنیا چشمشون به افغانستان است که اینها ذخیره ها دارن، نفت دارن، گاز دارن، ولی ما گرسنه. ما میریم گدایی دیگران رو میکنیم، ما میریم مزدوری به دیگران میکنیم. اگر شکر نعمتهای الله را میکشیدیم، الله این معدنها را با یک دستی که خودش میفرستاد استخراج میکرد. امروز که امنیت داریم نه؟ هست یا نیست؟ خوب امنیت داریم. چقدر شکر این امنیت را کشیدیم. هر روز به این منبر، با آدرس همین منبر ورقی داده میشد جناب مولانا 100 نفر در فلانی جای از دنیا رفتن و شهید شدن و انفجاری شده. الان که امنیت داری هیچ جا آوازی ترق و طرق نمیشنوی. چقدر شکر خدا را به جا کردی. خدایا موبایل ندارم، موبایل بده، تو موبایل بفرما. خدایا این آیفون بده، این آیفون بفرما. با این آیفون چه کردی؟ با این برنامه ها چه کردی؟ با این صفحه ها چه کردی؟ در خلوت ها رفتیم چه کردی؟ نماز ها برای این موبایل فدا شد، روزه ها به خاطر این موبایل فدا شد، حقوق پدر و مادر به خاطر این موبایل فدا شد، به علما به همین موبایل دشنام دادیم، لعنت فرستادیم. آیا نعمت خدا این گونه باید شکرگزاری شود؟ بس تو پرسان میکن کسی در این مجلس ما هست که دست بلند کنه که خدا به من نعمت نداده؟ هست؟ چی نداری؟ امی که ایمان داریم همه چیز داریم. یه خیلی قیمت داره عزیز من، خیلی قیمت داره. این که خدا هدایت داده برای تو، تو جوانی نیستی که عالم را دشنام بدی. این هدایت را به تو کی داده؟ الله. شکر کار داره. حالی بعد از چند دقیقه اینجا 2 رکعت نماز خوانده میشه، 4 سجده میکنی و با سنت ها میخوانی، در هر رکعت 2 تا سجده میکنی، در مجموع 14 رکعت میشه 28 سجده. این توفیق را به تو کی داد؟ الله. این شکر کار نداره؟ این نعمت نیست؟ خیر جوانا همین لحظه برو دی دشت هستن نماز جمعه نمیشناسن، خیلی ها همین لحظه به معصیت و گناه هستن، نماز جمعه نمیخوانن. این نعمت نیست؟ من چیزی ندارم، همه چیز داری عزیز من، همه چیز داری.
و فقط یک چیزی که از زندگی ما کم شده و کم رنگ شده، در زندگی ما فعلا مفقود هست، در قحطی قرار داریم، محبت الله هست. ای الله محبتت را به این دلهای ما بیانداز. یا الله این بیچارگان به خانه تو جمع شده، خدای از من گرفته که بیچاره و فقیر از محبت تو هستی. ما همه چیز داریم، همه چیز به ما دادی، ولی فقط فقیر محبت تو هستی. السلام علیکم برادران و خواهران اسلامی. شخصانی که در ماه شریف رمضان میخواهند سفر به حج کنند، یک ماه با نرخ ارزان $1900 از شرکت مهاجر تور است. خودی حاضر در نامرهای روی اکران بوده زنگ زنید. در این شرکت برادران تاجیک خودمان است و نگفته نماند این نقد تنها برای ابونچی های ما روی فرد است. از نام کانال ما مراجعت کنید. الله مهربان حجتان را قبول بفرماید.